بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدای بی‌نیاز. درس که ما امروز می‌خوانیم ساختن یک بوتیبل USB از طریق CMD می باشه. خب در قدم اول CMD باید رن از ادمین باشه. بعد از او از دستور دیسک پارت ما شما استفاده می‌کنیم. و بعد از او کماند لیست دیسک کماند لیست دیسک بر ما باید نشان میده که چقدر هارد دیسک که با چه تعداد هارد دیسک داخل سیستم انزرت شده. معمولا دیسک 0 اینترنال دیسک ما می باشه و بعد از او دیسک 1 دیسک 2 یا دیسک 3 نمبرینگ میده اکسترنال دیسک می باشه. خب حالا باید از شما از دیسک 1 استفاده کنیم. پس به این صورت select دیسک 1 انتر و بعد از این کلین یعنی تمام کنفیگریشن که بالای USB انجام شده از قبیل پارتیشنشان، از قبیل فایل سیستمشان، از قبیل دیتاشان، تمام اینا را دلیت بسازم. خب زمان که ما شما بخوایم از یک دیسک استفاده کنیم به این صورت یا در این صورت به دو چیز ضرورت داره. یکی پارتیشن و دوم فایل سیستمشان. خب پارتیشن ما شما میگیم که پارتیشن چی است؟ دفینیشن پارتیشن و دو نوع پارتیشن ما شما می داشته باشیم، یکی پرایمری و یکی اکستندد که معمولا یک دیسک الا 3 پرایمری پارتیشن می داشته باشه، اما از اکستندد ما شما میتونیم چندین پارتیشن ایجاد کنیم. خب به قسمت که پارتیشن و باید پرایمری باشه، درست است؟ این کمان به خاطر ایجاد یک پارتیشن استفاده میشه و اون پارتیشن که ما شما مشخص کردیم نوع پارتیشن پرایمری است. تا فعلا از USB ما شما استفاده نمیتونیم به خاطر از اینکه فایل سیستم از اون مشخص است. فایل سیستم ما شما دفینیشنش چی میگیم؟ دفینیشن فایل سیستم این چیز است و فایل سیستم معمولا در لوکال از FAT32 و NTFS استفاده میشه. خب در این قسمت ما شما میگیم فرمت میکنیم USB را. فایل سیستم یا FS مساوی میشه با NTFS و کویک. از کویک به این خاطر استفاده میکنیم ما شما تا می پروسس فرمتینگ زودتر انجام شود. USB اینجا فرمت شد و حالا میتونیم که از USB یا از دیسک ما استفاده کنیم. فایلایی که از بخاطر انستالیشن از کار گرفته میشه او پارتیشن باید اکتیو باشه و توسط کماند اکتیو ما شما میتونیم پارتیشن خود اکتیو بسازیم. خب در این مرحله ما شما بالای USB کار کنیم که چطور ما شما بتونیم را فرمت کنیم. حالا از دستور پارت خارج میشیم. توسط دستور که ما شما بتونیم تمام فایل ها را و تمام دیتا را از داخل DVD به USB کاپی کنیم. او کماند X کاپی است و بعد از X کاپی ما شما باید از پت یا آدرس از DVD را باشه مشخص کنیم. این قسمت نیم کمتر باز میکنیم. اینجا هارد دیسک یا پت از چیز درایبلیترش H از اینجا H تایپ میکنیم بکسلش و بعد از او star.star/s/e/f و آدرس USB یا درایبلیترش F است و بعد از ما شما انتر پرس میکنیم. توسط این کماند ما شما میتونیم فایل های exe یا فایل های MBR را ویندوز کپی کنیم. خب این روش بود که شما چطور بتوانید توسط CMD یک بوتیبل USB ایجاد